بد پرنتینگ، یه بازی که راجع به یه پدر و مادر بد همجور که از اسمش مشخصه قراره یه همچین تجربه کثافتی رو داشته باشی. داستان اول آقای صورت قرمز. مامان تو دوباره دیر اومدی خونه. مامان بی خیال، سر کار بودم دیگه. میتونی یه مقدار با هم همدردی کنی؟ ولی امروز تولدمه. اوه البته میدونستم. پس کادوم کو؟ اینجاست که ریدی مادر. تا حالا چیزی از آقای صورت قرمز شنیدی؟ تو روز تولد بچه‌های خوب، زمانی که بچه‌ها خوابن، آقای صورت قرمز یواشکی براشون کادو میاره. واقعا 100%. اگه کادوت رو میخوای باید همین الان بری توی تختت. همین الان میرم بخوابم مامان. بابامونه دوباره داری سر بچه کلا میذاری. چی شو بابا؟ چند بار تا حالا اینقدر دیر اومدی خونه؟ سر کار بودم، شیفتم دیر تموم شد. هنوز فکر میکنی من احمقم نه؟ اوی تو سگ گم شد. نمیخواد اینجا وایسی و فضولی حرفای بزرگتر رو کنی؟ بس چرا؟ بابا بغلم. بابا من تو یکیم بابا. بغلم کن بابا، من به بغل تو احتیاج دارم. مامان تو منو بغل کن، من با تو یکی میخوام بشم. مامان چه اصلانه. خب بریم بکپیم. گویا چی ویژوالی خیلی این باحاله. خدا رحم کن. اوکی بخواب. اوه جدا از هم میخوابن، پشمام. بوی طلاق عاطفی میاد. بکپیم. الان آقای صورت قرمز. نه تو صورتم آقای صورت قرمز. بخواب دیگه. اوکی بابا اصلا همون کمربند میره که بیبه. آقای صورت قرمز من دوست تو فوکی دیگه چی گفت؟ The fuck؟ آقای کادومونو گذاشته اینجا. این کادو آقای صورت قرمزه؟ پشمو. فاک. حرف میزنه؟ اصلا رونه. چی تو میتونی صحبت کنی؟ معلومه که میتونم صحبت کنم، چون من با جادو درست شدم. تو حتی اسم قیافتم شبیه منه. دقیقا چون ارباب فقط منو برای تو درست کرده. اوکی ولی گردن یکم شل به نظر میاد. اشکالی نداره، بعضی وقتا اربابم اشتباه میکنه. این فقط یه نقص کوچیکی در مقایسه با بقیه عروسکا. مهم اینه که از این به بعد من بهترین دوستت میشم. ایک نکنم. این خیلی عالیه. میخوای من بازی کنی؟ اربابم اسم بازیامو توی کامنتت گذاشته. نه مرسی، نمیشه رفت. عالیش. اوکی الان ما آقای صورت قرمز. کجا میدونی؟ خدایا آقای صورت قرمز نمیشه بازیش کنم. با کار دیگه کنیم؟ سوالیه؟ تو هر سکی میتونی غذا بخوری؟ نه تو قرار غذا بخوری، ولی من هرچی تو بخوری رو حس میکنم. ارباب همه احساسات رو به من لینک کرده واسه اینکه راحت‌تر بتونم تو رو بفهمم. پشمام این خیلی جالبه. اصلا حس خوبی نسبت به تو تخم سگ ندارم. اوکی شام بخوریم. باک شت. نهار یخچال.
داری این نامه رو ساعت 1 بعد از ظهر میخونی مگه نه خوابالو؟ غذای مورد علاقت رو توی یخچال گذاشتم، پس یادت باشه قبل از خوردن گرمش کنی. این اواخر متوجه شدم که در خوردن غذا تنبلی میکنی. میدونی که من خیلی وقت توی خونه ندارم، پس لطفا یاد بگیر از خودت مراقبت کنی و نذار نگران بشم. یه چیز دیگه، بعد از غذا یاد نره داروات رو بخوری. مامان. اوکی. چیکارت کنم تو رو؟ مثلا من اینجایی بیارم بری تو صورتمو عزیزم. اخ مهرم بگرمش کنم. اوکی بیا دادش بزنیم بر بدن. من این برای میز بشینم یا این بر صندلی بیارم. نمیشه صندلی آورد. او قرصا رو بعد قد بخورم. خب من چی گویی بخورم؟ یخچال چی داری؟ نه what the fuck. عروسک این غذا مورد علاقته؟ میخوای یه ذره جادو ببینی؟ آره لطفا. خیلی خب کاری که میکنم اینه که باشه غذا هیچ وقت تموم what the fuck. وقت تمامش کنی غذا رو دوباره به حالت اول برمیگرده. آها بشمو یه چه کارهایی بلدی؟ اوکی تو فوک ها؟ چی شد؟ بایستا اخ بابام کونم وایش. امیدوارم هنوز خواب باشه. بابات؟ نگه نباشه اربان باباتو برده. یعنی چی گفتی؟ وای ریدم رو قبر خودتو اربابت. قرص نخوری؟ یکم دیستا کم کنم. بابای منو کجا بردی؟ اتاق بابا میبر بود. بابا بابام کجاست؟ همونطور که گفتم اربان باباتو برده. چرا؟ چون بابات آدم بدیه. اون همیشه تو رو میزنه و سرت داد میزنه. والدین این مدیری رو ارباب میبره تا از بچه‌هایی مثل تو محافظت کنه. ولی این زیادیه. بابام حقش نبود. اون آدم بدیه. نه نیست. خواهش میکنم بابام آزاد کن. التماست میکنم. باشه اما اربابم از این کار خوشش نمیاد. جایی که از بابات نگهداری میکنه خیلی دوره. باید از این میانبر استفاده کنی اگه میخوای به موقع برسی یا نجاتش بدی. راهشو بهم نشون بده. میانبرش از توی کمدته. به گا رفتیم. کمد. میانبر از توی کمد. نه جلو. بابا دارم میام. بدر عزیزم. یه گوه به قبرت بزنم. همون سفید ردفیس جون میپره تو دلم. هنوز نتونستی بازش کنی؟ خب معلومه که نه. خیلی نامید کننده است. فکر کنم باید از کمد والدین استفاده کنیم. باش. نگو. الان میپره تو صورتم. نگو. از شدی یه تو خواهرم. باید بدونی که این کمدها مثل پورتال کار میکنن. میتونی بری داخلشون و خودت رو به هر جایی برسونی. اگه باباتو میخوای باید از اینجا بگذری. بابا من که میخوام ولی این که خوام از یه پورتال میریم دیگه چیکار کنم. یه امتحان کن. اوکی. اینجا هیچی نیست. اوه درسته یادم رفت. چند تا کار نیاز انجام بدی تا این پورتال رو باز کنی. رادیوی بابات رو بیار جلوی کمدت بذار. این رادیو مثل دکمه آسانسور کار میکنه. اول باید یه فرکانس انتخاب کنی. اوکی. اگه فرکانس درست رو انتخاب کنی در به جایی که باید بری باز میشه. از کجا بدونم فرکانس درست کدوم؟ انگاری نبود. دوباره امتحان کن. آره خیلی گل و بلبل بود اینجا. الان یه گنده‌ای میپره تو صورتمون. برینم تو خودم. وای گو خوردم. این چه کثافتی بود. من مثل سگ از این افسانه‌های ترسناک ژاپنی و اینجور گو خیلی من میترسم. بعد صاف یه زن ژاپنی طوری تو کمد بود. اینجاست
فکر کنم اینجا باشه. فکر کنم این یکی درسته. امیدوارم. برو داخل، من اینجا میمونم و حواسم به خونه است. مطمئنی داداش؟ بابا دارم میام. این چی؟ این کی؟ تو کی؟ چطوری؟ دارم دنبال بابام میگردم. اسم بابام بروسه. یه لحظه صبر کن. این گربه. اینجا کلی بروس داریم، جزئیات بیشتری بگو. این بروسه خوبه یا بد؟ خب بابای من از اون آدماییه که یکم عصبانی میشه. پس بروس بدیه، بذار ببینم. هنوزم کلی بروس بد داریم، اطلاعات بیشتری بده. چه کاری دیگه میکنه؟ اغلب داد میزنه، هنوز کافی نیست، گاهی منو میزنه، وسیلی هم میزنه، بشکنه دستش. همین. در پشت سرت. اوکی بابا این چی؟ ها ریدی به خودت. شما کی هستیم؟ ما هم مثل تو هستیم. ما بچه هایی هستیم که دنبال پدر و مادرمون میگردیم. ما این مدت اینجاییم، میخوای پیش ما باشی؟ ببخشید من عجله دارم. بله بعدا میبینمت. چایی میزنی؟ با بابامون اینجاست نسیم میشه. بابا دارم میام. بابا بابا لطفاً دست از مجازاتم بردار. منم بابا، لطفاً دست از مجازاتم بردار. اون باید چیکار کرده؟ بیا بریم خونه وگرنه آقای صورت قرمز هر دوی ما رو میبره. لطفاً دست از مجازات کردن من برد. شیت بابا چی؟ افسون؟ اوه مامانه خودم. مامان دا واو آقای سوغن بابا رو برده. اوه خیلی خوب. پس این چیز خوب. What the fuck؟ من شوخی نمی کنم. این داستان طولانیه، بذار توضیح بدم. عروسک رون امروز چطوره؟ حالش خوبه؟ عروسک مامان تو از کجا در موردش میدونی؟ اوه همه چی زیر سر این مامانه است. معلومه که میدونم چون امروز داروهات رو نخوردی. این اولین بار نیستش که همچین توهمایی داشتی. هر دفعه داستان متفاوت میگی ولی نقطه مشترک داستان همیشه اون عروسک احمقانه است. یاد نمیاد دفعه قبل رو؟ نه. نمیدونم مشکل تو چیه. حاجی مریض پریزی چیزی هستیم ما. نمیدونم مشکل تو چیه. فقط برو بخواب، الان دیگه نصف شبه. بسه نیایی تو دلم بپری بیشرف. حاجی الان دوباره داش اوکی. بابا بل مردی. مامان چی شده پسرم؟ مردم و گاهی دارم. حالت خوب؟ اوکی بابا حالت بهتره الان؟ آره مامان. آقای صورت اشکالی نداره، فردا رو مرخصی میگیرم که خونه اونم مراقبت باشم. واقعا؟ قول بده مامان. قول میدم. حالا برگرد بخواب. چشم مامان. صبح شده؟ باشه الان یه چی میدوه تو کمد میاد چونم میذاره. مامان رفت مامان. پسره میگم تو دوباره قولتو شکستی. میخوای با پورتال بریم؟ مامان نیست بابا رفت. من یخچال نامه گذاشته. یخچال هم هیچی نیست. بس برم اتاق خودم برم این. حاجی این طول سگ دوباره اینجاست. داداش
چی به سرت اومده؟ اربابم زد دهنم رو سرویس کرد. از اتفاقای دیروز خوشحال نبود. متاسفم این تقصیر من بود. راستی مامانم رو جایی ندیدی؟ اربابم اونو برده. چی؟ همین الان بردش؟ متاسفم که نتونستم جلوشو بگیرم. تو باید فرار کنی چون به زودی میاد تو رو هم میبره. واو. نه من باید مامان بابامو نجات بدم. چطوری؟ ندیدی چه بلایی سر من آوردن؟ این رو توی زندان بابام پیدا کردم. فکر کنم شاید بتونه کمکمون کنه که شکستش بدیم. این اون افسون برای شکست دادن آقای سال قرمزه. زود باش سریع برو تو کمد تا ببینی مامانت کجا زندانی شده. اوکی. این کمد که نه قاعدتا. اولیش دارم میام مامان. باک بریم. سری گریه داره میاد جی. چی شده؟ من دارم میام. زود افسون رو اینجا بنداز و پناه بگی. پناه بگیر. میام پیشون. چی میشه؟ فاک. آقای صورت قرمز سیب زمینیه؟ چی شو؟ بچه مامان بابا برگردم. فاک. برو 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 برو. اوکی خب جزغاله شدی. برام شکست خورده. جادویی که روی من کرده بودم داره محو میشه. تو داری ناپدید میشی؟ نگران نباش این همون چیزیه که میخواستم. برو بیرون پدر مادرت رو ببین. اوکی مامان بابا. تا سالمه؟ مامان بابا مامان الان دیگه آزاد شدیم. تو با یکی خوابیدی ها؟ بهت گفتم که سر کار بودم. دروغ بود. تو این خانواده رو برای یه مرد دیگه نادیده گرفتی. از دروغ گفتم به پسرت خجالت نمیکشی؟ تو چی؟ فکر میکنی بهتره منی؟ تو فقط کل سال لش کردی خونه داری از جیب من میخوری. تو چطور پدری هستی؟ هر کاری که میکنم به خودم مربوطه. من هنوزم پول به خونه میارم که بچه‌م رو حمایت. و اگه هنوز فکر میکنی من یه جندم تو خودتو پایینتر از اونم آوردی. فقط یه کلمه دیگه جرأت داری بگو. خیلی خوب من از تو طلاق میگیرم. یکی از ما باید از این خونه بره. اگه تو فردا اینجا باشی من پسرم رو برمیدارم و میرم. اوه حاجی منو با بابای تنها گفتیم. بابای روانی. بابا بطری بابا هست شکست. چجوری سالمه؟ اوکی صحنه اولی که بود این بطری این من نمیذارم اتفاق بیفته. شیت این نکشتیم صورت قرمزو. چی؟ این نمیتونه حقیقت داشته باشه. خیلی متاسفم رون. فکر حالا میتونه کمدت رو باز کنی. الان این یارو پسر خودشو کش. این منم؟
چرا من هیچ کنم اینا رو نمیدونم؟ جسدش کندیده. تو همیشه میدونستی، چون من از اون قسمت دنیای تو هستم. تو همیشه سعی کردی این چیزها رو انکار کنی و داستانهایی بسازی تا احساس بهتری نسبت به خودت و پدرت داشته باشی. و من باید راهی پیدا میکردم تا تو رو به واقعیت برگردونم. خیلی راه رو امتحان کردم که این حقیقت رو به ساده‌ترین شکل بهت بگم. و هر بار که شکست میخورم حدس بزن چی میشه؟ تیک تاک بوم، همه خاطرات ناپدید میشن، دوباره بیدار میشی. از همون نقطه شروع میشه، همون شبی که پدر تو رو کش. چقدر وقتی که مردم؟ 14. نمیتونه اینقدر طولانی شده باشه. واقعا چه بلایی سر پدر و مادرم اومده؟ در مورد پدرت، اون توی مسافرخونه ارزون مخفی شده. مامانم چی؟ دیوونه شده، هی کابوس پسرش رو میبینه. پسر بیا بریم خونه بابا. مامانم چی؟ اون هنوز من رو میبینه مگه نه؟ درسته، چون فقط آخر شب خونه است. ولی اگه روز باشه؟ پسرم شیت. جو همون جایی که مامان رفتیم تلسمه رو انداختیم، یه همچین جایی بود. اوه، دارن ازش بازجویی میکنن. سرنخی در مورد مخفیگاه شوهرت داری؟ خانوم یه چیزی انداختی. اوه، همون تلسمه است. اون چیه؟ چی؟ این کارت یه مسافرخونه است، ولی مطمئن نیستم مال من باشه. اوه، باباهرم پیدا کردم. باباهرم پیدا کردم. اول گیمم که عروسکی گردنش کج بود میخواست همینو به ما برسونه. بچه بدبخت. چی؟ حاجی تموم این بچه هم که اونجا بودن شاید این سوزون آتیشش زدن. دیگه حرفی نمیمونه.